دله دوبله دله. و اما بازی ایران پرتغال، حکامتون میخواین اول گپ بزنین؟ اول با میگو باید رونالدو بیاری خیابون ساحلی، خوب که تو شهری تمرین که یه جوری به لهستان بره که یه خاور پودر بچه هم کاری سیش نکنه. اون موقع مجبوره استی خاطر ای که تش نزنه فقط پرانتزی رو بره و در این حالت خیلی خاش به امو وشلایی بزنی. ولی من میگم حالا که ایرانیان رفتن روسیه، از اونجا خود طاقت به شمال رایینی برن یک کوه یه خیپه خوشون بیارن تا مشکل بیابی مانم حلوا و بخدا پاکست وقت زیدیمه این عصیق قطریال کنین یک کوه یه خیپه وردن پاک مشکل بیابیشون حلوا بیده. فکر کردی مثلا پراید جلوش قلاب داره بکسلش میکنی؟ آخه کی کوه یخ جا میکنه ها؟ خب این مسئولین 4 تا مستر میبینن که یارانه الان 10 سال 40 تومن